Hello, my friends. I am Iman Zumakan, your English teacher. Lesson 34. درس 34. 34. واژه اول candidate. بگید candidate. یعنی کاندیدا، نامزد، کاندیدا. واژه بعد proceed. proceed یعنی پیشی گرفتن. pre یعنی پیش، seed یعنی رفتن، proceed یعنی پیشی گرفتن. یادتون هست receipt چی میشد؟ receipt عقب نشینی کردن، عقب نشستن. آها. adolescent. بگید adolescent. adolescent میشه نوجوان. میتونیم بگی عبدالحسین. میتونیم بگی چی؟ عبدالحسین. عبدالحسین یک adolescent برومند بود، یک نوجوان برومند بود. واژه بعدی co-educational. co-educational. al که صفت سازه. al چیه؟ صفت ساز هست. co هم که میشه با هم. کو میشه با هم. education اسمش هست یا این اسم سازه. education تحصیلات، با هم تحصیل میکنن در مدارس co-educational. در مدارس چی؟ مختلط. میشه پسرانه و دخترانه. بریم سراغ واژه بعدی. radical. بگید radical. radical. یه بار دیگه radical. radical. رادیکال. بچه رادیکال رو نگاه کنید. رادیکال 16 عدد 16 رو کرد 4. رادیکال 100 شد چی؟ 10. به شکل افراطی این عدد رو چیکار کرد؟ کوچیک کرد. خیلی زیاد. افراطی. شخص تندرو رو در سیاست هم بهش میگن چی؟ رادیکال. رادیکال به صورت افراطی عدد رو چیکار میکنه بچه؟ کوچیک میکنه. مثالش هم اینجا براتون زدیم. واژه بعدی spontaneous. بگید spontaneous. یه بار دیگه spontaneous. spontaneous. OUS هم صفت سازه. میشه فعلبداهه. spontaneous شد چی؟ فعلبداهه. خب خدمتتون عرض کنم اسپان داره مثل باب اسپنجی. بچه ها در اصل باب اسپنجی ما حالا پر و ف میگیم باب اسپنجی. اوکی؟ باب اسپنجی به صورت اسپانتینیوس حرف میزد. فعلبداهه. هر چی به ذهنش میرسید میگفت. حتما این انیمیشن رو نگاه کردید دیگه. باب اسپنجی که بهش میگن اسپانج باب. پس میگیم باب اسپنجی به صورت اسپانتینیوس حرف میزد. فعلبداهه. اصلا فکر نمیکرد. اوکی؟ واژه بعدی سکیم هست. بگید سکیم. بستنی کیم. داشتم بستنی کیم میخوردم و درسام رو اسکیم میکردم. خوب نمیخوندمشون. به صورت سطحی میخوندم. سکیم یعنی به صورت سطحی خوندن. بستنی کیم میخوردم و درسام رو سکیم میکردم. اسکیم یعنی آفرین به صورت سطحی خوندن. واژه بعدی وکسینیت. وکسینیت این سی اول که سی دوم سه. وکسینیت یعنی واکسن زدن، واکسینه کردن. ATE فعل ساز هست. ATE چی بچه؟ فعل سازه. واژه بعدی untidy. بگید untidy. untidy چی میشه؟ کثیف، بی‌نظم. مثلا میگه طرف untidyه. خب بچه ها اون تاید، ببینید اون تاید لباسای خیلی آنتایدی رو هم تمیز میکنه. لباسای خیلی آنتایدی یعنی خیلی کثیف. آنتایدی کثیف هم میشه. اون تاید لباسهای خیلی آنتایدی رو هم چیکار میکنه؟ تمیز میکنه. واژه بعدی یوتنسل. بگید یوتنسل. یوتنسل. بیشتر یوتنسل های جنگی در آتن وجود دارن. بچه اولش آتن داره. ببینید آتن که میدونید یک شهر بسیار قدیمی هست. پس قطعا میتونیم بگیم که بیشتر یوتنسل های جنگی، لوازم، اسباب جنگی رو میتونیم در آتن پیدا بکنیم. یوتنسل آتن. واژه بعدی سنسیتیو هست. سنسیتیو یعنی حساس. بچه سنس یعنی حس کردن. سنسور یعنی حسگر. سنسیتیو یعنی حساس. IVE چی گرفته؟ صفت ساز گرفته. سنسیتیو حساس. مثلا اگه بخوای بگی که این خیلی حساسه میگی چی؟ It is very sensitive. پس سنس شد حس کردن. سنس کردن، حس کردن. سنسور حسگر. sensitive حساس. واژه آخر temperate. یه بار دیگه temperate. معتدل. temp میدونید که اول میزن توی مثلا بعضی جاها مثلا تو گوشیتون temp که میزنه دما رو نشون میده. 21 درجه جلوش می‌نویسه مثلا دما 21 درجه. خب این تمپه. خب temperature میشه دما. temperate حالت چیز هست بهش میگیم چی؟ معتدل. temperate یعنی چی؟ معتدل. temperature شد چی؟ دما. تمپ هم که ابتدای حرف چی بود می نوشتن؟ temperature شد دما. temperate شد چی؟ معتدل. مثلا میگیم temperature is temperate. دما چیه؟ معتدل هست.
یا مثلا میگی a temperate temperature، یه دمای چی؟ معتدل. temperate شد چی؟ معتدل. خب بیایم سراغ پرسش ببینیم چی کار کردید. واژه اول candidate، بفرمید. کاندیدا، کاندید شدن، candidate. آفرین. واژه بعدی precede، pre میشد پیش، سید میشد چی؟ رفتن، پیشی گرفتن، precede. واژه بعدی adolescent، adolescent مثل عبدالحسین. عبدالحسین گفتیم چیه؟ یک نوجوان برومنده، یک adolescent برومنده. واژه بعدی co-educational، co میشد با هم، education تحصیلات، al هم صفت ساز. یعنی چی؟ با هم تحصیل میکنه، دختر و پسر، مرکز آموزشی مختلط. radical، radical چی میشه؟ افراطی. تو سیاست به کسی بگن رادیکال یعنی چی؟ شخص تندرو. گفتیم که رادیکال به صورت افراطی عدد رو چیکار میکنه؟ کوچیک میکنه. مثلا رادیکال 100 شد چی؟ 10. خب spontaneous سپون داره مثل باب اسپنجی. باب اسپنجی چجوری حرف میزد؟ spontaneous حرف میزد، فل بداهه. spontaneous او یو اس هم میشه چی؟ صفت سازه، پسوند صفت ساز هست. واژه بعدی سکیم، با بستنی کیم. وقتی بستنی کیم میخوره نمیتونی درسات خوب اسکیم کنی، خوب بخونی. عذرخواهی میکنم، درسات نمیتونی خوب بخونی، بلکه فقط میتونی اسکیم بکنی، مرور سطحی بکنی. واسه همین اینجوری گفتیم بستنی کیم میخوردم و درسام رو اسکیم میکردم. درسام چیکار میکردم؟ اسکیم میکردم. اسکیم یعنی چی؟ به طور سطحی خواندن. واژه بعدی وکسینیت شد چی؟ واکسن زدن، واکسینه کردن. یه بار دیگه به تلفظشو بگید. وکسینیت. untidy چی میشد؟ اون تاید میتونه حتی لباسای خیلی آنتایدی رو هم چیکار بکنه؟ تمیز بکنه. آنتایدی یعنی چی؟ کثیف، بی نظم. یوتنسل توش چی داره؟ آتن داره. توی آتن چی پیدا میکردیم؟ یوتنسل های جنگی، اسباب لوازم چی؟ جنگی. سنسیتیو چی میشد؟ حساس. سنس یعنی چی؟ بنویسم اینجا دوباره. سنس یعنی حس کردن. سنسور یعنی چی؟ حسگر. حالا آیوی صفت ساز گرفته. سنسیتیو چی میشه؟ حساس. It is very sensitive، خیلی چیه؟ حساسه. temperate چی میشه؟ temperate گفتیم temperature. تیو اینجا چی تلفظ میشه؟ چه. ببینید تیو چی تلفظ میشه؟ سعی میکنم. تیو چه تلفظ میشه؟ temperature میشه دما، که به صورت مخفف بنویسن temperate هم میشه چی؟ معتدل. temperate شد چی؟ معتدل. خب اینم از درس خدمتتون عرض بکنم 34. پس بچه دقت میکنید به لغت، از لغت یه یادیار رو بر میدارید، به تصویر میرسید و معنا رو به دست میارید. بسیار ساده بود. بریم سراغ درس بعدی. بای بای.